سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با آموزش چت مستقیم سوپرچت که خیلی ها دنبالشن. من تازه کارم رو شروع کردم، لطفاً منم حمایت کنید. بریم سراغ آموزش. خب اول روی آیکون تنظیمات کلیک میکنیم و اینجا روی متصل شد میزنیم. بعد دوباره اینجا آیکون تنظیمات رو میزنیم. بعد میایم پایینتر، اینجا گزینه خروج از حساب رو میزنیم و تایید میکنیم. خب اینجا دو تا گزینه داره که ما گزینه سمت راست رو میزنیم تا یک اکانت جدید برامون بسازه. وای میستیم بیاره. خب یه اکانت جدید برامون ساخت. حالا اینجا سرعت ویدیو رو 2 برابر میکنم تا سریع بگذره تا بگم دستگاه کنم. خب اینجا یه اسم ازتون میخواد. اینجا یه اسم انگلیسی باشه، حتما انگلیسی وارد کنید. هر اسمی میتونید باشه. حالا من اسم چنل هم وارد میکنم که محمد کسر. انجام شد و میزنیم. خب اینجا خیلی مهمه. اینجا سنتون رو باید حتما زیر 15 سال، زیر 10 سال بزنید که من 9 میزنم. خب اینجا میزنیم داره تانهال 2. بعد اینجا آیکون تنظیمات رو میزنیم، راهنمای پشتیبان رو میزنیم، اینجا گزینه اکانت رو میزنیم، گزینه 4م. بعد اینجا گزینه 3 رو میزنیم. بعد اینجا این گزینه آبی رنگ رو میزنیم، دیلیت مای دیتا. وای میستیم چت باز شه. دوستان لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. یک بستگی به فیلتر شکن رو نتتون داره که این پشتیبانی سریع باز کنه یا دیر. من با تیمت میرم. خب چت برامون اومد. اینجا هنوز کار داریم، فعلا تموم نشده. اینجا گزینه 3 رو میزنیم. بعد کنسل رو میزنیم. اینجا نو رو میزنیم. حالا اینجا یه نقطه ای چیزی بفرستیم که چت براتون باز شه. خب میبینیم که چت برامون باز شد با آسون ترین روش ممکن. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. منم حمایت کنید. تازه کارمو شروع کردم. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.